10 سال قدمت، کانوپی سوپر سایلنت و 521 ساعت کار کرد. اینجا یه موتور ولوو رو داریم با مدل TAD 1345 GE، کوپله شده با ژنراتور ساخت شرکت صنعتی ماه‌نیرو و ظرفیت 530 kVA یا به عبارتی 763 آمپر که از کلید 800 آمپر اشنایدر برای حفاظت این ژنراتور استفاده شده.